اما من طفلم رو نجات داده نتوانستم. لبای حیاتت در خطر است، احتیاط باش. کلتکیلاس با سقراط سر و کار نگیر، جیانش رو پیگیری نکن. این آدم شوخی نمیکنه، تو رو میکشم. در اصل من تو رو میکشم. من تو رو میکشم. وفات یافتن طفلت با من ارتباطی ندارد. وقتی سقراط رو دزدید کی تو رو نجات داد؟ سگی دروغگو، بیشرف، من تو رو میکشم. نه گوش کن، من تو رو همچین دوست آگاه میکنم. از پیگیری کردن سقراط دست بکش. حیات خودت رو با خطر نگذار. تو در کجایی؟ در کجایی؟ میخوام با تو تنها رو برو شوم. اگر مرد باشی مکانت رو بگو. او این مگر با من مسخره بازی دارد؟ احمقی ناشدنی، تو رو میکشم. احمق. چی گپ شد؟ یگان گپ داری؟ احمقی دیوانه، بیرون برو. سردارم شما بسیار عصبانی شدید. از 1 تا 5 10 تاگی به زبان انگلیسی حساب کنید، سرت آرام میشه. تو چی گفتی استادی؟ احمقی بفهم. از 1 تا 5 چی خیلی 10 تاگی حساب کنم؟ معلمی مکتب ابتداییت کی بود؟ انا بینه در رو فایدت کرد. انا دیده سرت آرام شد، از من معلم ابتدایی ما رو میپرسید. خاموش. یعنی حیات سردار اونالم در خطر است. او را نباید هیچگاه تنها گذاشت. دستانی که او را میدارن من بشکنم. اونال حیاتت در خطر است. آخر چرا نمیفهمی؟ دیگر در اینجا بسیار ایستاده نمیتوانم. سقراط قدم به قدم نزدیک شده ایستاده است. احمق اکرم در کجاست؟ در کجا میشد؟ به عشق جوانیش داده شده. ورزشی پگاهی روزی کرده ایستاده است. چی میگویی؟ دام تا بگی گفتم. تو این زمان با من آیله حقیقی شدید. شما رو با جای آیله گذاشتم که هیچ نداشتمش. حالا رفتنم چنان مشکل است که باز به پدر و مادر ماندن است. به تو ماندن. حتی تو رو یاد میکنم. طولین احمق. او چه ها میگوید؟ بی اکرم از گلویم نمیگذارد. دومونوزیو عملت میخواید؟ رحمت از سحر باز هیچ چیز نخوردید؟ دومروزیا با خوراکتون کم در زنجبیل میاندازید؟ مرحبا. نمیخواهم. آی برادرم، بین تو را همه اینها چقدر دوست می‌دارم. برای انسان این خیل عائله زیبا داشتن، یک عمر این خیل زندگی کردن سعادتی بزرگ است. دومونو چیتان خنک شده است. ایست ملیس جون، من میریزم. من سرده، من خودم میارم. حاضر به شما چای میارم. خدایا توبه، مگر اینها هدایت یافتند؟ با دومروزیو اینقدر احترام گذاشته ایستاده. باز خط کن میگوید مگر نمیبینی؟ فرو کله کلت کار نمیکند. فکر و خیالات در اینجا نیست. به تو چه خیلی زندگی میکنم؟ چه خیلی؟ نه زدرو. از همه مشکلش تو و خواهرم رو گذاشته رفتن است. همه چیز اومده است که شناسنامه ها در دست من هست. کشتی ها یک چند ساعت پس می آید. بسیار خوب. کنی رفتیم. مادام حیات سردارم در خطر است، با یک گروه شده از نزدیکی او را محافظت میکنیم. در این باره یگان اعتراض نمیخوام سردارم. احمق بفهم، تو اول خودت رو محافظت کن. در این ساعت در اینجا چی کار میکنی؟
از سردارم گفتم که اعتراض نمیخوام و باز درباره یک مسئله اجازت میخوام. عجبا امروز من کار رو دیرتر آغاز کردم، میتونم سردارم؟ اینجا است لیون. آخر ما از سببی که در مسئله اجدر و کرتکل بسیار چقور رفتیم، من با سیلینجانم مدتی دراز شد و نخوردم سردار. لیون بیامون شما باشو بروید. اما تان زودتر شما همه باشو با سردارم باشد با نزدیکی یگان کافه که با سیلین و میخورم میپرتفتگید. سردار خوشبروتی ما. خدایم با من صبر بده. одамонамон ҳоло ҳамон налро напарондаанд ака او اژدر رو میجوید. اژدر امروز به خارجه می رود. اکنون او را پیدا کرده نمی توانند. اما ما در اینجا هستیم. هنر تا من و کلتکلس را نیابد از این کار دست نمی کشد. مهمان آدم کش را دعوت بکن. این کار را به یگان مشکلی باید حل کنیم. لیون همه اینها رستند. البته که راست است. اگر سردارم اونال نمی بود حالا من که مرده بودم. مرده. ای خدا نشون ندهد اگر به تو یگان چیز میشد من چیکار میکردم؟ اگر به من یگان چیز میشد تو بیوه میشدیم یا کشو میکردی. لیکن چون به یادم میآید پشم تنم میخیزد. خودم را با یک عذاب نجات دادم. این اژدر گفتن دیوانه هیچ شوخی نمیکرده است. کلتکلس کم کم شوخی را میفهمم، لیکن اژدری پهد عموما شوخی را نمیفهمم. آه زورا زورو؟ کلتکلس گفته ایستاده بودیم زورو از کجا برآمد؟ التیموس لیون درباره کلتکلس با من گپ نزن. چه خیلی گپ نزنم سیلین؟ حالا ما اژدر رو دستگیر میکنیم. اژدر کیست؟ شریک کلتکلس. بعد از دستگیر کردن اژدر اویسوستا کلتکلس رو یافته او رو دستگیر میکنیم. همین کلتکلس رو دستگیر کنید ما هم به خدا نجات مییابیم. به خدا خاطر نشه این کارو به من گذار سیلا جان. مایلش لیو گفتی؟ لیو سیلو کاپوچینو خدمتگار کو بیا. مایلش اکا یک ساعت پس کشتی میآید. در نزد بندر میایستد. ما باشیم با کشتی میگذاریم. تمام از پسی ما میآید. مایلش اکا فهمیدم. او کی از داخل میبراید؟ از انتظاری بیزار شده. از کجا دونم با محله ما چسبیده است. از مسجد بیرون نمیشود. نپرسه چیکار کردنمون رو نمیدونه. باور کنو دیوانه تیار است. او رو با دیوانه خونه سپردند. راست میگی. چی شد؟ بخیر است؟ استاد هیچ نپرسید. دوملای دیوانه با مسجد در آمده است. من نمیبرایم میگوید. نماز رو هم من میخونم میگوید دوملو. استاد از پس دیوانه نماز خواندن درست است؟ این رو هم میپرسی هیچی؟ البته نمیشود. آدم دیوانه است آخی. من شخصا از پسش نماز نمیخونم. هم از پس نپرسید. تمام من رفته گپ نزنم. بپرس. استاد پلیس رو دعوت کنم؟ هجری اینقدر واهمه نکن. من حالا رفته گپ میزنم. شما ایستید. مایلش دوملو. مایلش حالا استادی من حل میکند. شما خواطر نشوید. سلام علیکم. و علیکم السلام. دوملو شما تنها در اینجا چیکار میکنید؟ چیکار میکنم؟ نمیبینی جماعت را انتظارم. خوب بود دوملو، اما این خیلی نمیشود. آنها باید کمتر به شما عادت کنن. انتظارشون اون جماعت میدراید. دوملو اما آنها نمیآیند آخه. بازوری خوبی بعد از نمیآیند. فکرهای آنها را تو ویران کردی. تو باز شرم نداشته به نزد من آمده ور کرده گپ میزنی. توبه کردم خدایا. دوملو گوش کنید. اگر خواهید این خیل کنید برای به شما عادت کردن جماعت اول میگویم که از امر معروف آغاز کنیم. الان این خانه ما است سیوان جان. نمیک آخر این خانه بسیار قیمت بها است. تو زبی انا همین خیل خانه ها داری زنک جانم. یعنی وای خی زنک جانم ده جگر تا بخورم. نمیک قرض این خانه رو چه خیل پرداخت میکنی؟ عزیزم پول این خانه برای من مایده چویده است. میگن سه بخور باقش نپرزنه. مرا گوش کن.
агар пулҳоро аз он канҳони девона гирифта бошӣ туро нобуд месозам. аз он бешарафи девона як дирамаш ба ман лозим нест. севаҷон ман ба ту гуфтам дигар ба он канъони маҳаббати омун кор намекунам гуфтаме. ман аз ранг рӯи ӯ безорам. яхтои шӯрак ман мефурӯшум, яхбосои қаймоқӣ ман мефурӯшум севаҷон. қолино шо овардум хона калон, қолино майда туғури нагирифтам. محترم جماعت، موضوع امروزه امر معروفمان ریبا و ضرر آن. دامولا موضوع رو یک طرف گذارو، یک دو گپ زده آن رو به آخر رسون. آخر ما تو رو به خاطر دامولا زیا گوش کرده ایستاده. خاموش در مسجد گپ نمیزنن. مرا گوش کن، این دامولا مانندی توست، از یک خاک استید شما. تو چی اینقدر به من چسبیده ای؟ های دمتون را گیرید. خاموش مرا گوش کنید. چرا گوش کنیم ها؟ آقای کان لطفاً این خیل نکنید. مرحمت دامولا. استاد یک سوال به سرم اومد، پرسم میشود؟ برادرم اگر سوال داشته باشی در بیرون مسجد به نزدم آمده بپرس، در اینجا سوال نده. دامولای دیوانه، من از استادم پرسیدم، از شما نپرسیدم. من دیوانه نیستم، من دامولای حقیقیم. دامولای دیوانه این است. استاد اجازه دید سوالم رو پرسم. چی هجری؟ یا خدایا توبه. میپرسم استاد، در مسجد سمبوسه خوردن جایز است؟ چخیل خوردن برادر مگر در مسجد نخورند؟ راست میگوید، تو این درجه هم نی. من به این سن و سال رسیدم، در مسجد خوردن رو اولین بار میبینم. از استادم پرسیدم. ای دیوانا تو چی کار میکنی؟ اکا با خدا گرسنه موندم. مادرم از دیه روان کرده است. سمبوسه از علف طبیعی تیار شده است. گرسنه است. بسیار بلازت است. اگر خواهی به شما هم دیم. تو مگر برزگوی، مگر حاضر وقت خوردن است؟ محترم جماعت، چطوری که میبینید گفتند که دختری کم سواد آدم را میکشد، نیمچه دامولا باشد آدم را بیدین میکند. این چه خیلی جماعت است؟ این خیلی نمیشود. یک کسش خوراک میخورد، بعضیش گپ میزند، یک کسش سوال میپرسد. یا خدای توبه. راست من دایم میگفتم. دامولا عزیزی چقدر امری معرفی خوب میکنید. از دهانتون اثرمون است. سلامت باشه دامولا. ای مرد تو چی ها میگویی؟ با گپ زدن و سوال دادن بیدین شدیم مگر؟ آخر دامولا یک سمبوسه خوردن با یک سمبوسه خوردن آدم از دین خارج میشود مگر؟ استاد با سوالم جواب نداده، جوابش رو میدهید؟ انا هجری خوردن البته که نعمت است. ببین پسرم، ما در مسجد هستیم، گرسنه، سیر، سردار، فقیر، بوی، رئیس و کارگر همه در اینجا برابر هستیم. اما چی؟ در بین ما یگان کس خوراک خورد به چشم یگان کس میرسد و این خوب نمیشود. البته که در مسجد خوراک خوردن ممکن نیست، جایز نیست. او را گوش نکنید. آخر او را گوش کرده به این احوال آمدید. مرا گوش کنید میگویم. او دیوانه است. تو را برای چی گوش میکردیم ها؟ دامولا از منبر پایانش کنم؟ آقای کنان استدین خیلی نکنید، کمتر صبر کنید. دامولا من در اینجا یگان گپی بد نگفتم. التماس. بله محترم جماعت، در اول چی گفته بودیم؟ موضوع امروزه امان ریبا و ضرر آن. سردار مکانی اجدر رو معین کرده. باوری دارید که مکانش رو معین کرده اید؟ بله سردار، صحبت تلفنیش رو گوش کردم، مکانش رو معین کردیم. به خارجه میرفته است. تمام، ما در حال با اونجا میرویم. سردارم از شما یک خواهش دارم، با کمتر پس به عملیات میرویم. شما در خفا ایستید، شما اویله دارید. من برای شما همه نمودی توکل رو، یعنی جانم رو دریغ نمیدارم سردارم. برای کشتن کلتا کیلاس به همه توکل تیارم. لبند مالی برادر تو گفتید. خواطر نباشه دامولا، آن نتیجه تشخیص را میگیرم. اما یک چیزی نفهمیدم. سقراط از قفای اونال شده است، راست است؟ متاسفانه بله. دامولا چرا متاسفانه میگوید آخر؟ اگر اونال مراد شما سفید میشوید، اما نتیجه تشخیص اونال را قانع نمیکند. به شما چنان چسبیده است که تا شما را نکشد او راحت نمییابد. اکا قایق آمده است، در بندر است، میتوانید روید. میرویم.
این دفعه گریختن نیست مبارزه میبره سلاحتان را پایان کنه تسلیم شود تسلیم شود اکبر شما برزید Isto čo ja! نگوید دنبال هوا خنک شده است باز یخموز نخورید فهمیدید؟ مالش روید با خواهرم رفتنم رو گفتن نمیتوانم. آقا چرا اونجا ایستاده اید؟ خوش اومدید خوش باشی. خوش هستی؟ خوبم شما چه حال دارید؟ من خوبم. خیر تو رو بسیار یاد کردم. آقا میدونید وای چی؟ بعضا وقت هنگامی کار کردنم به یادم میوید و به خودم میگویم که من آقام را یافتم اونقدر شما رو پزمون میشوم که بعد میگویم که آقای من دامولای دوستدار و اعتبارناک محلمون میباشد. میدونی من چی فکر میکردم که آقای من کلتکیلس است. اگر همه اون خبرها راست میبود من از پا میافتیدم. بعد دیدم که آقای من یک آدمی با اعتبار دوستداری مردمی محله بوده است. خیر مایلش من بیمار دارم باید روم بعد با میخوریم مایلش من هم با ماشین میروم. مایلش تا بازدید داملو جان چی خیلیته؟ کارت چی؟ در اینجا چی میکوبی؟ داملا گفتم یک محله رو چرخ زنم خوب که بر آمدم بینید با شما واخوردم گوش کن این چی حال است ها؟ داملا گفتم که دیگر شما رو احترام میکنم دمت رو گیر بسیار سفسطه نگوی کنی پیش بیا نه ترس تو رو نمیزنم پیش بیا مرا گوش کن تا وقتی که من در اینجا هستم با بیتول نزدیک شدن نمیتوانی در نبودنم در اینجا اگر با اون نزدیک شدن تو فهمم جزایت رو میدیم بخیر است داملا یا که به یک اونجا میروید احمق به هیچ کجا نمیروم یعنی یک روی داری داملا زیا من بیتول رو دوست میدارم تو دوست داشتن رو چی میدونی ها چی میدونی با بیتول نزدیک شدن رو نشونم که سخت جزایت میدیم این دامولای سروایران با بیتول اویلادار شدن این رو نمیگذارد بیتول باشد از گپ یکش نمیبراید چه حیله کردن تو رو اگر فهمم من اون وقت از تو خلاص میشوم حالا تو در حقیقت میروی برادر؟ میروم شاکت دیگر بر نمیگردی؟ شاکت تو این کارها را حل نکنم بر نمیگردم تو در اینجا هم به همه ضرر میاره اگر بیتول وضعیت رو فهمد چی؟ نمیفهمد یکون راهش رو میامم خیلی کی میروی؟ حاضر برادرم مگر همین خیل میروی؟ خودت رو خوب نگاه کن مایلش تو هم خوب نگاه بکن با زهرا خیر خوش نمیکنی؟ یگان چورش رو میبینی چه خیل چورش رو میبینی؟ این خیل نکن رو با او خیر خوش بکن نامردی نکوش نه؟ خیر خدا حافظ مایلش تو بازدید فراموش نکنی کم کم زنگ مبزن مایلش زنگ میزنم البته چند مراتبه به من گفتی که نرم به تو چی خیل گویم که من میرم باز نگاه کرده میگویی که من رو پرتفتن نرم چی خیل از برای جدا شدم نمیدونم
انتقامم رو نگیرم جیانم رو گور نمی کنم. اونال جیانم رو کشت کرده است. آن روز اگر تو رو خلاص نمی کردی جیانم در حیات می بود. اکنون آتشی در داخلم بوده، با کشتن اونال خاموش نمی شود. اول اونال می میرد بعد باشد. تو طفلی تولد شده اش را کشتی سخرو، تو رو راحت گذار. گپ هایم تمام نشدند کلتکیل است. اول اونال می میرد بعد نوبت به تو می آید. حیات او را نجات دادنت بسیار مشکل می شود. عزیزترین آدمم را از دست دادم. من هم عزیزترین آدمی تو را نابود می سازم. انا اون وقت دردی مرا خوب می فهمی. با یک تاری موی زهرا دست رسانی تو رو بکشم. سخرو! زود زهرا زود. زهرا در کجایی؟ در کارخونه‌ام. چی شد؟ تمام هیچ گپ نیست، می آیم. مکه؟ نیمان این آدم رو در دوام 24 ساعت به قتل می رسانی. ما هم از عملیات نم اومدیم، چند کس پرنده مونده شدیم. سردار اونال هم در داخل دم گرفته ایستاده است، عصبهایش ویران شده است. هیچ گپ نه، اما من به شما کمک میکنم. بخیر از شما را کدام شنبال اینجا آورد؟ من درباره یک از معلومات گرفتن میخواهم. فهمو چه خیلی نمود معلومات؟ چی خیلی یعنی چی نمود؟ یعنی معلومات جنایتی میخوای؟ بله معلومات جنایی. این کار آسان است، حلش میکنیم، اما به رقم شناسنامه‌اش احتیاج داریم جناب سمی. رقم شناسنامه‌اش؟ حاضر یک لحظه این بود. مرحمت. یک دقیقه صبر کن و هر یک معلوماتی میتونم که کی بودنی تو رو فهمیدنم بسیار وقت کم موند دامادی سخته. خیلی ببینیم چی حیله داری. خوب هستی؟ ها؟ کلتکیلاس چی شد؟ هیچ چیز نه. کلتکیلاس چی کار میکنی؟ باز یکون کس نبینه؟ بینه دیدن گیرد مگر شوهرت نیستم؟ اما شوهری ساختم هستی. شوهری ساخته بودنم در پیشانی هم نوشته شده است. مالش حدی اقل حسیاتت رو در پیش دیگران اینقدر نشان نده. تمام. مایله جانم در جایهای آدم نبوده آغوش میگیرم. نه. تمام. چی بوده است؟ جناب سمی بینید این رو با شما در حقیقت چه خیلی گفتنم رو نمیدانم. چه خیل؟ یکون چیزی کلان است؟ از کلانم کلانتر وزیر بفهمی زنک میگیره. میدونستم. چی بر اومد؟ جناب سمی با شما سبکتر میفهمونم این آدم جزاکالله شده است. چی شده است؟ این مردک چه خیلی آدمی کلا دم گپ نمیفهمی؟ همون آدم میگم که جزاکالله شده است. معنای جزاکالله را نمیفهم، یک سرغاز. با تو دیگر خیلی میفهمم، یعنی که پایان فیلم کنیز فیلم در کینه دشمنا را میکشن که جزاکالله میشوند. نفهمیدی؟ یعنی او در باره خریطه جهان دیگر نیست، یعنی دیگر خیلی فهمانم از گلوبوس بیرون شده است. کار او در دنیا تمام شد. این مردک آدم در تابوت میدازن میبرن چی میشود؟ اینا مثلا برای مثال بابا تا میگیری، همون بابا در بالای زمین زندگی کرد، پدرت به دنیا آورد، عاقبت هم مسافر چی میدونی؟
با خوبی فهمادم نفهمیدی کاری بابا در این دنیا تمام شد با او دنیا رفت همین آدمی که دربارش معلومات گرفتنی عمرنگ بابی رحمتی بمور است یعنی مرده است؟ آوا مرده است انسان مانانی پرنده است امروز است پگانه است همون با اون طرف میرویم خدا قبرش پرنور کنه راهش را شاد گردانه خدایا خداوندو به حال امون بنده رحم کن و از گناهش بگذر برادر همدردی ما را قبول کن اگر یگان گپی خطا گفته باشیم بخشش مرده بندگی برادر بندگی از این دنیا همه میروه یگان خیشتبارت بود لبای میگو خیشتو بی بله خدا رحمتش کند خدا به شما هم صبر نصیب کند بندگی خودتون رو به دست گیرید جناب سمی نصیب باشد شما از این دنیا میروید خفه نشوید حالا ما بسیار کار داریم حالا باید سقراط و کرتکلاس و اژدها رو دستگیر کنیم وقت نداریم که با یک مرده سر کار گیریم مرا ببخشید زندگی همین بوده است برای کار بله کنی بگو این آغوشگیری هات برای چی بود؟ یعنی هیچ چیز نیست جانم تنها برای تو خواطر شدم همینقدر سبب؟ زهرا امروز هنگام به کار اومدنت یگان کس تو رو پای برده و یا از یگان کس شوخی کردی و یا که از یگان کس با تلفن تهدید شنیدی؟ نه یگان چیز نبود بله حالا هم گپ زدنت رو انتظارم آخر آن سقراط دیوانه هست که یگان دیوانگی میکند گفته ترس بچه یگان چیز گفت؟ یگان چیز نگفت معلوم نیست با احتیاط بودن لازم است تو امروز که خیلی عجایب هستی نه من عجایب نیستم به خانه یک جای برویم من تو رو برم حالا تو رو تنها گذاشتن نمیخوام مالش کم ترک کار دارم اون رو حل میکنم میرویم مالش انتظار میشم تو انتظار شم من میرویم مالش این دامولوزیو کیست؟ شناسنامه یک کسی مرده رو گرفته است معلوم که از پلیس گریخته است بیتول این رو میدوند مگر فکر نمیکنم چون که نمیدوند که اکاش ازدواج ساخته کرده است اگر من کی بودن این دامولوزیو رو فهمم از او خلاص میشم بیتول باشد با من میماند دامولوزیو خانم سلین در اینجایی؟ بله مدت دراز بود با زیارت زهرا نامده بودم گفتم یک خبر گیرم خوب کردید چی دامولو من با شما درباره یک چیز گپ زدنی بودم بله مرحمت گپ زنید یعنی این خیلی چیز چه خیلی گفته می شود نمیدونم لطفاً راحت باشید مرحمت بگویید دامولو شما بسیار آدمی میفهمید بسیار آدمی خوب هستید اما حقیقت بسیار تلخ است با خدا که مراق کردم خانم چی شد دامولو ازدواجتون چقدر ساخته باشد هم شما کاری کردید که هر مرد کرده نمیتواند با زاغی سیاه بر این آدم عاشق شدن زهرا رو خوش قبول کردید اما کشکی یعنی کشکی ما نمیشدید من برای زهرا بسیار خواطر هستم چرا؟ از روی زاغی سیاه زاغی سیاه؟ بله دامولو شما کی بودن زاغی سیاه رو میدونید؟ کی بوده است؟ زاغی سیاه کلتکل از گفتنی جنایتکاری بزرگ بوده است شما چی میگوید خانم؟ این بسیار خطرناک است بله عیناً همین خیل است اما چشم زهرا رو چنان کور کرده است که چند بار گفتم که زهرا این خیل نکن این آدم نمیشود جنایتکار است اما گوش نمیکند خیر خانم درباره زاغی سیاه کلتکل چی فکر دارد؟ دامولو گفتم که دیوانه‌وار عاشق شده است خیلی عاشق من چرا عشق رو حس نمیکنم باوری داره؟ باوری دارم یعنی دامولو چشم زهرا کور شده است انیق این آدم زهرا رو جادو کرده است انیق دامولو شما گپ زنید چی دانم یکی شما رو گوش میکند او رو از این درد رها کنید نباشد دوگانم در پیش چشمم به حبس میافتد مالش خانم سلین شما خواطر نباشید من با زهرا گپ میزنم تشکری زیاد نمیارزه زهرا باید این حجت رو از نظر گذرونی تا بازی دامولو برای کار
خوب تمام. هیچ کس نبوده است. زهرا من یک به محله روم. اما زود بیا، دیر نکن میلش. تمام. بی‌سرفون کردم. چی شده؟ مگر این خیال بود؟ عمیق خیال است. زهرا با من روی سفر است. در خیالم بود. ندید ها؟ مگر دیده است یا ندیده است؟ عجب بود دید. دیوانه ای مگر؟ چون بوسه را دید دیوانه شد. نه بسیار واهمه کرده ایستادم. یک بوسه دوستانه بود آخر. لیکن تو هم بسیار شده بوده ای. اون تنها یک بوسه دوستانه بود. ولی در حال قبول کردن. کنی خودت را فریب بده زهرا. دوستانه بوده است. تو رو آشکارا دوست می‌داری. چی؟ دوست می‌دارم؟ نه جانم اینقدر هم نه. چه خیلی دوستانه؟ مگر این خیلی دوست میشود؟ التماس این خیالی نباشد. چرا دوست دارم؟ اونقدر مرا فریب داد. بی عقلی نکن زهرا. دختر با حسیاتت خواهید شو خیر. مگر این آدم را دوست می‌دارم؟ دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. اوف اکنون در خانه برویش چی خیلی نگاه میکنم. معلوم در اینجا میمونم. چون دوست دارانم در اینجا. از اینجا رفتن نمیشه شود. ассалом хонум бетул. Хонум бетул, каме суҳбат мекардем? Хонум бетул. не суҳбат намекунем. ҳоло ба зиёрат як беморам рафта истодам. майлаш ман шуморо мебарам. не раҳмат, ман худам меравам. якравӣ накунед ҷонам, мебарам охир. сипосгузорам ҷаноби самӣ, намехоҳам, бо автобус меравам. аз ман мегурезед? хайр, бо ту якҷоя меравам. برادر چی گفت؟ دنبال یک مرد همین طرف گریخ ندیدی؟ نه کسی رو ندیدم. آن بناموس با عروسی من گل دادنی بود. میلش خیر. خدایا توبه. اینجا برا талхам ро кафунди ки ҳаст? کن. باز چی هیله کردی؟ ба худо бародар ҳеҷ кор накардам. фотиҳашудаи духтар будааст? چی؟ ба духтар гул додам. фотиҳашудааш баромад. маро сур кард. қасам мехӯрам ки бо духтар хуб рост гирифтем. ягон мушкиле нест. гулро гирифта ба наздаш рафтам. ба ангушташ нигаристам, ангуштарӣ набуд. ба худо қасам ки ангуштарӣ набуд. خاموشا. бародар намедонистум мудом ки фотиҳа шудааст. мемора ангуштаринша бандозад. дамато гир. گویا من نمیدونم که تو با انگشترین وای دختر یا که با دیگر جایش نظر کردی ها؟ با انگشترین نظر کردم میگوید خواهران رو با تو امانت کردم. تو رفته از پشت فاتح شده ای دیگران میگردی. تو چه خیل آدم هستی؟ توبه کردم خدایا چه خیل گشتم. تو چی میگویی برادر؟ اگر میدونستم که عروسی او است با او گل تقدیم میکردم. شوکت با من سفسطه نگو مالش. سفسطه نگو برادر. گوش کن شوکت. اگر آن سمیر رو در نزد خواهرم بینم او رو زیر زمین میکنم. تو را باشد از گوشهایت کشال میکنم. دانسته باش. برادر تو در این باره خواطر نشو. این کار با عهده من است. به نزد سمیر رفته گفتم با بیتول نزدیک نشو. او باشد ترسید گفت میلم. ای ابله ترساند از گویا. من مگر تو رو نمیدانم. ای گوش کن. تو برگشتی رفته بودی گفتی میرم مگر نرفتی؟ نرفتم. این حال رفتن نمیتوانم. ای برادری عزیزی من. ای وایستوی. من کارت ندارم. پولی نقدی هم میشود کشف. به آدمان قفا پول بیده.
аз онҳо корт гирифта зер кун. бояд корт бошад. бале, майлаш. корт доред? надоред. шумо чӣ? шумо надоред. ягон кас корти зиёдатӣ надорад, ман пулашро медиҳам. ана пули нақд дорам. исто набе. майлаш, ҳаматон бекорт савор шудед, акай шофёр ҳеҷ кас корт надорад. ташаккури зиёд. ҳозир. ана ба он ҷо гузор. инҷо. ташаккур, миннатдор. маро ташаккур нагӯ, духтари дар қафо бударо бигӯ. рафтан натавонистам. унал ҷияни суқротро куштааст. ба худо рост мегӯӣ? суқрот ӯро имшаб мекуштааст. ҳатто куштан ба ӯ бас набуд, аз нишонае аз ӯ намегузоштааст. чӣ хел фаҳмидӣ рафтанам маъное надорад? суқрот бисёр хатарнок аст. бояд дар ин ҷо монда дӯстонамро муҳофизат кунам. бародар, агар ман намебудам ҳамаи ин ҳодисаҳо пеш намеомаданд. агар калтакелас намебудам ҳамаи инҳо ба сарам намеомаданд. хайр. ҷаноби сами фароед акнун охир. дар куҷое ки шумо фароед, ман ҳам мефароям. нафаҳмидам. ой хонум, ин аҳмақ шуморо нороҳат карда истодааст. ба шумо чӣ ҷаноб, нафаҳмидам. чаро дахолат мекунӣ? ки хел гап зада истодаӣ. ба ту мегӯям чӣ? кӯдак, ту аз ҳад гузаронда истодаӣ. ҳозир туро зери по мекунам. зери по мекунам гуфта дар назди занҳо ба ман зӯрӣ накун. дастатро фарор, маро натарсон. ту гапро ба хубӣ нафаҳмидӣ. илтимос ҷанҷол накунед. сами, илтимос ҷанҷол накунед, хоҳиш мекунам. аз барои худо ҷанҷол накунед. ай сагбача робин ҳоло ҳам даст дароз карда истодааст. бина хонум бетун, ӯ дар ҳаққи шумо дов кунад. агар шумо намебудед, ман даҳону бини ӯро мешикастам. охир ин хел шуданаш аниқ буд. шумо чаро бо он одамо нохиша кардед? ҷаноби сами чаро? доим бо ман ҳамин хел одамон рӯбарӯ мешаванд. ҳамаш монанди акатон зӯрӣ мекунанд. дар бораи акам ин хел гап назанед. илтимос, дар бораи ӯ ин хел гап назанед. ӯ маро муҳофизат карда барои ман ҳавотир мешавад ва ба шумо гап заданамро намехоҳад. аммо ман ҳоло бошам бо шумо гап мезанам. илтимос, аз ман дур шавед. хонум бетул, ман хато фаҳмидед. хонум бетул, ай забони маро маликаи замбурҳо газад. ман бояд чӣ будани домулозиёро фаҳмам. набошад духтар аз ман намешавад. бахшиши зиёд, ман масъаларо нафаҳмидам. магар ту ҳоло барои уналро суқрот накушад ҷони худатро ба хатар гузоштан мехоҳӣ? ҳамин хел? ту намефаҳмӣ шавкат. суқрот ҳоло аз қафои унал аст. баъд навбати ман мешавад. хатарнок аст. ҳамон ҳал тифлашро аз даст дод, қасд гирифтан мехоҳад. албатта ки ӯро мефаҳмам. охир душмани ашадиам ҳам бошад, унал язнаи зуҳро мебошад. ӯро дар ин ҳол ба дасти суқрот дода наметавонам. корҳо ҷиғел айгу бародар. меҳмон ҷояшро гирифт? бале сардор, монанди хостаи шумо хабарро интизор аст. амр кунед, мепаронад. унал имшаб мемирад. сардорам, акнун ором шавед. тамом аждаҳоро дастгир кардед охир? дар куҷо дастгир кардем, одамро аз даст додем. охир сардорам, ӯро парондед, ӯро захмин кардед. аждар инвалид шуд. онҳо акнун кӣ будани шуморо фаҳмидан, рафиқ сардорам. левен, бисёр сафсада нагӯ. агар макони калтакеласро бидонӣ гап зан, агар надонӣ хомӯшист. не намедонам, аммо ба сарам як фикр омад. картакелас ҳангоми гурехтан аз тарс думашро мепартояд. мо қадам ба қадам аз паси думаш рафта ӯро пайдо мекунем, рафиқ сардорам. левент, духтарҳо, кани гап занед? ҳеҷ гап намезанед? дигар вақт бошад вақт гап мезанед? чӣ гап занем бобоҷон? айнан
کارها چه خیلند؟ خوب است. در خرید لایه ها اشتراک میکنید؟ بله. نه. یک دقیقه. بله یا که نه؟ айни ҳол аз сабабе ки корҳоямон бисёр аст иштирок карда наметавонем. دخترم تو خوب هستی؟ امروز چه خیلی که بسیار عصبی می نمایی؟ چی شد؟ не бобоҷон бисёр хуб ҳастам. дар давоми рӯз баъзе чизҳо асабамро вайрон карданд. دختر زیبایم گوش کن و تو یک توصیه دارم. تو خوبش آیله دار بشو. بین زورا چه خیل آیله دار شد. طفل دار هم می شود. همین خیل نه؟ اکنون وقتی تو هم آمده است. الله میگو بچه. ها همین خیل گویم البته. قسمت است. یعنی ماشاءالله ماشاءالله. امروز از صحبت با شما هیچ سیر نشدم پس نباشد من خواب روم. شب‌های خوش. شب خوش بابا جان. دختر جانم برای دعوت خوراک امروز زمان را قبول کردنت به تو بسیار سپاسگزارم. نمیارزد بابا جان. در اصل من به شما سپاسگزارم برای دعوتتون. زهرا به دوگانت حجره در بالا بوده را تیار بکن. امشب مهمانی ما شود. هیچ چیز لازم نیست. من آخر به خونه میروم. نه 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 در این ساعت تو را به یگانجا نمیگذارم. بابا جان تشویش نکشید من حل میکنم. میلش نباشد. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. تو رو خوب گرفت؟ نه جانم در این ساعت چه خیلی خوب. معلوم. بخشش که ناراحت کردم زورو. یعنی تنها بابای اکرم خواست گفته آمدم برای تو نه. این رو بدون. میدونم جونم. اما بسیار چیز رو نمیدونی. این رو هم بدون. عجبا من چی رو نمیدانستم؟ برای دوست داشته تو رو دستگیر کردن پلیس به پاخیست است. نمی گفت کالتکیلاس رو؟ بله انیق دستگیرش میکردند. چی خیل ها؟ به خدا که همین خیلی مسئله مهم بوده است. چی هم میگویی؟ از من گفتن است. یعنی بعد که فهمیدی تلخ کف نشوی. عاقبت او همین است. رحمت نمیارزد زورو. چه خیلی نباشد دوگانه کهنه هم هستیم. مگر به او زنگ میزنی؟ گپ ندارم. در حقیقت گپ ندارم. گپ ندارم. جواب نمیدهد. انیق در نماز است. در نماز؟ کاتاکیل از نماز میخوند؟ بله میخوند. ممکن است مگر او توبه کرده ایستاده است. تو این درجه بی ایمان نیست کو؟ شام بخیر. شام بخیر. جانم بسیار خواطر شدم. در این ساعت کوچه ها چنان خطرناکند که اگر زیاد دیر کند در حال خواطر می شوم. قریب بود که به جستجویت می رفتم. آخر زهرا از برای خدا و سرت این خیل فکرها رو نار. آرام باش. با من شیر می روم. کالتکیلاس لطفاً با احتیاط باش. یزنه اون نلم ولی وین هر دم می تواند تو رو دستگیر کنند. چیزی نمی شود. اهمیت نده. زهرا من هم اکنون از خانه تنها برآمدن رو نمیخواهم. سبب؟ التماس من چیزی گویم همین رو بکن. سقراط گفتنی آدم هیچ شوخی نمیکنه. میلش نه لطفاً تو هم با احتیاط باش کالتکیلاس. با تو یگان چیز می شود گفته بسیار خواطرم. وای در حقیقت برای با تو مهم بودن من یا که چون دستگیر شوم کارهایم ویران می شوند برای همین گفته ایستادم. در نتیجه برای من بسیار خوبی ها کردی. می ترسم به سرت یگان بلا نآید. خیلی که سیلین گفت در حقیقت عاشق است. اگر عاشق باشه چرا پنهان میکنه؟ سببش همین است.
نمیدونم کلتکیل سرم بسیار عمیق‌تر است حتی درست فکر کردن نمیتوانم خوب مایلش من میروم تا بازدید مایلش لبه لطفاً با احتیاط باش مایلش استاد خدا را هزاران بار شکر میگویم که باز با شما رو برو شدم. بله هجری مرحمت. استاد به سرم یک سوال آمد. مایلش هجری جون به سرت نافتد بپرس. بپرسم. استاد یوگا مشق کردن جایز است؟ چی؟ یوگا استاد. تو یوگا مشق میکنی؟ نه استاد حالا یوگا مشق نکردم. بنویس هجری. انا یوگا یک چند نمود دارد. مثلا یوگای زیر آبی است، یوگای هوایی، مثلا مدیتاسیون چقدر دیگرش، باز مدیتاسیون سبکش است که بسیاری آدمان اینش رو انتخاب میکنن. اما چیکار میکنی بکن. با یک مربی یوگا رو اجرا کردن شرط است. علاوه بر این یعنی مثلا یک سیانسش 500 بکس است. چقدر که پولش زیاد شود همونقدر فایده زیاد داره. مگر جایز است استاد؟ نویسی جری. از آنی که با یک سیانس 500 بکس میدی رفته یک یتیم رو خرسند کنی، فقیر و فقرا رو یاردم کنی، خرسندی در چشمان آنها بوده رو ببینی، به خدا که از همه یوگای خوب رو گویا کرده ای. بسندگی نکرد. 5 وقت نماز خون اما پره و درست بخون. یتیم و فقیر رو تله نده هجری و در حق غریبان دعا بکن. استاد بسیار خوب فهماندید ماشاءالله. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. خیر استاد. بابا این یوگاش از کجا برآمد؟ لابای کلتکیلاس به تو یک امکانیت دیگر میدیم. اگر جانی کمیسر اونال به تو اینقدر عزیز باشد به نزد فابریکای کهنه بیا. اگر بسیار زود حرکت کنی او را نجات داده میتوانی. یگان اشاره التجا میکنم، یک اشاره برای آن بیشرف را دستگیر کردنم به من یک اشاره بده. این طور نمیتوانم. اشدر مرد. اگر کلتکیلاس را از بین برداشتنی باشی خودی حاضر به مکان فابریکای کهنه بیا. یه مرک کجا میرای؟ به جهنم. تو هم میروی؟ بسیار خوب پاسبانی میکرده ای. به قصر میروم. سردارم آرام باشید. شما را محافظت کردن وظیفه اولی لیونت است. اگر من شما را حمایت نکنم از دست من دیگر چی میآید و با کی در کنم؟ لیونت تو در اینجا مان. خدای توبه اینقدر یک روایی. سردار چرا هر دویش را به یک جا دعوت کردید؟ به کلتکیلاس نشان دادنیم که به من مانع شده نمیتواند. حالم رو بین. برای حیات آدمی را که حیاتم رو تیره کرده از حیات خودم رو به خطر نگذارم. در اینجا از هر دو یکی اما سلامت نمیبراید کلتکیلاس. یا من میبرم یا تو. در کجا باشد این بیشرف؟ اونا حیات در خطر است گفتم با تو. کوشش جان تو رو نجات دادن رو دارم. بیشرف تو در کجایی؟ قاتل طفلم ابله و مقابلم برا کنی؟ با مرگ طفلت من علاقه ندارم. اگر مرد باشه روبرویم برا گم میزنه. برای کشتن من کوشش کردی نتوانستی. طفلم را کشتی ها؟
تو رو تیر باران میکنم الله. در کجایی؟ اونال تو رو از دست سکرات من نجات دادم. تو رو از جنگل با یک ماشین سفید گرفته در یک جای بی آبی گذاشتم. دستانت محکم بودن. باز برای از رسمان خلاصی یافتنت به تو کار دادم. اگر در آنجا نمی بودم همه اینها رو چخیل به یاد می داشتم. خدا زده در بین آدمانی که مرا کشتنی بودن تو هم بودی. البته که همش رو به خاطر داری. من مخاویم برا. خطا نکنی اونال. مایلش دستان اون رو با بالای سرم برداشته به نزدت می آیم. جونت رو نجات دادنی بودم اما پروندنی باشی پرم. برا زود برا. هر نفس گرفته تو زیان است. نزدیکتر بیا. پیش از پروندن خوب فکر بکنم. با پایهای خودم به اینجا آمده تسلیم نمی شدم. چرا برای کشتنم با نزد تو آیم؟ نفهمیدی. تو رو با دام افتاد. چی خیل دامه؟ چی سفسته میگویی؟ این حیله نوت است ها؟ با آخری بازی هایت آمدی کلتکیل است. یگان بازیت از این پس تو را نجات نمیده. یگان بازی نیستونه. تو جیان سکرات را کشتی. حالا هم نمیفهمی. کلتکیل است. من به اینجا برای گوش کردنی تو نه، برای کشتنت آمدم. اونال در یکی از این بناهایی که در اطرافمان است عمیق یک نشانگیری کسب نشسته برای کشتن تو از سکرات امر و انتظار است. تو رو بدام کشیدن میگویند نمیفهمی. کلتکیلاس هم در نشان است. او رو هم پرانم. نیمان تنها اونال رو بکش. انتظار شد. وقتی اونال کلتکیلاس رو کشد تو اونال رو بکش. ما رو به اینجا تو دعوت کردی و دام ساختی. در فکرت کاری به فردا گذاشتت رو به آخر میرسانی. اما به آخر راه آمدی کلتکیلاس. این دفعه تو رو میکشم. تو رو میکشم. التماس نمیر. باز نمیری. طاقت بکن. التجا میکنم. طاقت بکن. وضعیت چی خیل است؟ جراحی دارد. اگر با یگان چیز شود من طاقت نمیکنم. بعد طفلم اونال رو از دست دادن نمیخوام. اپا جان به یزنم هیچ چیز نمیشود. میلش این خیل نکن دخترم. چون اونال و هوش آید تو را در این حال بیند بسیار غمگین میشود. این خیل نکن. بابا این کلتکیلاس از ما چی میخواد؟ جانی طفلم رو گرفت. اونالم رو هم از من میگیرد. خدا آن کلتکیلاس گفتن آدم را زند. هیچ غم مخور. هر بدی مطلقا روزی برمیگردد. سلام علیکم. اونال چی خیل است؟ بهتر شده است. سردار کلتکیلاس اونال رو به بیمارخانه برده است. او نمرده است. چرا حالا هم این آدم با عجلش مبارزه دارد؟ این کار بسیار دوام یافت. به بیمارخانه یگان کس را روان کن. کارش رو بینند. مایلش سردار.
کلته کلاس کاری اونال رو بینم نوبت به تو میرسد. حالتش اونقدر بد نیست. او را دیدم میتوانم؟ متاسفانه نه. همین که فرصت شد خبر میدیم. خدا شفا دهد. آرام شوید اگر حالتون یگان جوری دوملو در آمده کف و صفاش کنید. سخرات این کار را اصلا نیم نمیگذارد. انیق برای به آخر رساندن این کار یکون کس را خراب نمیکند. نجم مرا گوش کن. از اینجا بیرون میبرای. او رومان راه میگردی. فهمیدی؟ راه گرد. تای کار برهایت خوب است. از کجا به کجا؟ راه گرد. خوب گوش کن. با آن سرداری مویسفیدت رفته بگوی که دستانش را از این اویله برای همیشگی کشد. فهمو؟ خطا میکنی کلته کلاس. شخصی که با صفا دشمن میشود در روز او نمیبیند. دمت رو گیر. دیگر به من کار نمیگیرد. کلته کلاس یک گپ را دو مرتبه نمیگوید. اگر عیناً همین رو یک بار دیگر تکرار کنی او را از ریشوی سفیدش کشال میکنم. فهمیدی؟ را با او بگو. دوشم. گوش کن مرا. این کلتا کلاس کی با این بلاها بازی رو آغاز کردن؟ او تنها ماشین دزدیده به خانه ها میدر آمد کو. شفقت مرا گوش کن. اگر کلتا کلاس دستگیر شود ما هم تمام میشویم. آرزوی با اکرم جان آیله دار شدن ما برباد میرود. ما در چه خیاله موی اپای پاتی ما در چه خیال است؟ اپا جان تو غیر از خودت پروای دیگر کس رو نداری. برادرم برای ما شده جانش رو در خطر میگذارد. تو باشی فکری پیرخره اکرم میکنی. دمت را گیر. از بلا دور میشدید. ما هم در حسرت همین بدیم که بسر ما بلا آمده انگیرد. مگر من به شما گفتم که رفته به کارهای بد دست زنید؟ شفقت مرا گوش کن. این کلتا کلاس نباید دستگیر شود. ما باید یگان کار کنیم. این کمی سر از دو میوه کنده نمی شود. راست میگی. او هم مثل کنه در کلاس چسبیده است. ای پد برای اگه مور قربقده بچسبخی. آقای اکرم این مردم کجا شدن؟ 1-2 دقیقه برای دیدنمان اجازه دادند. تو دامولایی دعا خونده پوف کنی میگویم. شاید یگان فایده رساند. بله خونده پوف میکنم.